جمعه شب رفتیم سمت تجریش، کلی تو ترافیک موندیم، ولی وقتی رسیدیم یه برگ الوورا و آیپچ چشمی خریدم. اینجام که دمپاییاش واقعا با نمک بود. اول قرار بود این دمپایی سبزا رو بخرم که یکم با رنگش مشکل داشتم، ولی خیلی راحت بود. اما اینا رو که دیدم نظرم عوض شد. 2 جفت دمپایی از اینجا خریدیم و وقتی زدیم بیرون رفتیم لوازم آرایشی. یه چند قلم چیز اونجا لازم داشتیم تهیه کردیم. این شلوار نخیرم خریدم. اینجا هم از چیز خاصی خوشم نیامد. گلاس گوشیم هم عوض کردم. تو راه برگشتم از این آقا کلی میوه های خوشمزه خریدیم که الان نشونتون میدم. این خانمم که همیشه اینجا آهنگ میزنه. این صندلی رو خریدم، کریستال، اسپری 2 فاز، دستمال مرطوب، رژ لب، برس مژه، کانتور مایه، یه تونیک خنک، یه برگ الوورا، گردو، دراگون فروت و پاپایا.